چه گروه بدبختی در بادهای کشنده و آب سوزانند، در سایه‌ای از دود غلیظ قرار دارند، سایه‌ای که نه خنک است و نه مفید، زیرا آنها قبل از این در ناز و نعمت دنیا بودند و بر ارتکاب گناهان بزرگ اصرار می‌ورزیدند و می‌گفتند آیا هنگامی که مردیم و مشتی خاک و استخوان شدیم دوباره زنده برانگیخته می‌شویم؟ یا نیاکان ما این چنین می‌شوند؟ بگو همه از اولین گرفته تا آخرین، همه در میعادگاه روز معین جمع خواهند شد.